شیرین صدا کرده باشه. باره هم سخن شیرینم نگفته ای؟ نبود لحظه ای که نوازشم کردی؟ پس چرا دوستت می‌دارم؟ گاهی شاید لحظه ای که تصمیم میگیرم دوستت نمی‌دارم. خیال‌های زیاد گرد نظرم چرخ میزند. نخود نفری که حداقل بار هم یادش نمی‌آیم، برایش هیچ اهمیتی ندارد من کیم، باز دوستش می‌دارم. نه، او دیگر برام هیچ کس نیست. من او را نمی‌شناسم. ولی افسوس، باز هم افسوس که قلبم را فریب داده نمی‌توانم. نمی‌خواهم بیشتر از این اذیت بکشم. به خدا نمی‌خواهم. من خیلی زیاد می‌ترسم که در نیمه راه زندگانی با این عرف و عادتم سخت حیران می‌شوم و بعد از چندین روز و ساعتی با هم نشستن‌ها در خود دور می‌مانم از شاهراه تو. باز تو را از دورهای دور یاد می‌آورم. باز به یاد حسن ناتکرارت تکرار و تکرار خواهم ساخت. تسلای دلم انا همان راه و رسم تو با بیقراری راه پاییدن است. تا باقی بودن نفسم خواستگاری فراموش کردنت نیستم، گرچند دوری از نظرم. سخنهای از زبان شیره‌دارت شنیدم، هر لحظه گوش و قلبم را نوازش می‌کند. اگر عمری دوباره از فیض دیدارت خداوند ببخشدم، خیلی نیاز داشتم چشمانم را مقابل چشمانت نگه دارم تا لحظه جسم و روحم آرام گردد. من تا آخرین نفسم دامنگیر تقدیرم. چرا منو به جای آن نفری که دوستش می‌داری نمی‌آفرید؟ چرا آخر؟ چرا؟ از فرجام می‌ترسم، به خدا می‌ترسم. ناخن تقدیر را نباید گذاشت که تار سازی ما را کنده کند. میدونم که خیلی سخت است در نیمه ره راه ناهموار را طی کردن، اما چه اهمیت دارد که فصل نظرمان روی بهار را نمی‌بیند؟ آخر چرا میگذاریم که بر روی ره ما خار و خس روید؟ چرا بال و پرمان را از قفس بیرون نمی‌سازیم؟ چرا دایره عمر دروغ را با وجود دروغ بودنش تنگ نگه می‌داریم؟ چرا در شست حیله و نیرنگ ما را داشتند؟ بیا گاهی هم باشد زیر موج پرتغیان زندگی قدم زنیم. میشد لحظه مهر خاموشی را در زبانم میزنم. باعث تعجب است که قدرت محبت اینقدر بزرگ است میتواند در تمام قاف و گره ها را گشاید. برایم خیلی ارزنده ای.